سلام، اسم من علیرضا تیموریانه و با ششمین قسمت از آموزش زبان برنامه‌نویسی والا در خدمتتون هستم. خب ما در 5 قسمت قبلی یاد گرفتیم چطور فرم‌های ساده گرافیکی بسازیم، چطور ویجت‌های ساده‌ای مثل باتن، لیبل و تکست انتری رو روی اونها قرار بدیم، از کانتینر باکس استفاده کنیم تا چند ویجت رو در یک فرم در کنار هم داشته باشیم و در نهایت چطور ویجت هامون رو وادار بکنیم تا در مواقع رویدادهایی مثل رویداد کلیک، رویداد فشرده شدن کلید اینتر اون کاری که ما دلمون میخواد رو برامون انجام بدن. حالا قصد داریم در یک پروژه یک مقدار کاربردی‌تر و عملی‌تر همه دانسته هامون رو به کار بگیریم تا یک ماشین حساب نسبتا ساده رو با همدیگه بسازیم. من از قبل رابط گرافیکی این ماشین حساب رو کامپایل کردم تا درک بهتری از چیزی که قراره با هم بسازیم داشته باشیم. خب این ماشین حساب یه سری فیچرهای ساده و اولیه رو به کاربر ارائه میکنه، مثل اینکه بتونه اعداد 0 تا 9 رو وارد بکنه، ممیز اعداد اعشاری رو وارد کنه، تعدادی عملگر ریاضی ابتدایی مثل ضرب و تقسیم و جمع و تفریق، فاکتوریل، توان و باقی مانده تقسیم رو وارد بکنه، ثابت هایی مثل ای و پی رو براش محاسبه بکنه و همینطور با استفاده از پرانتز باز و پرانتز بسته اکسپرشن های پیچیده ریاضی رو خلق بکنه. در نتیجه ماشین حساب ما قرار نیست خیلی راحت فقط دو تا عملبند رو بگیره، یک عملگر رو روشون اجرا بکنه و حاصل رو به کاربر برگردونه، بلکه قراره طی یک فانکشنی به اسم کلکیلیتور پارسر اکسپرشن ریاضی که اینجا وارد شده رو دریافت بکنه، اون رو پارس بکنه و در صورتی که اکسپرشن درستی بود حاصل محاسبات خودش رو به کاربر برگردونه. خب ما برای اینکه بتونیم این ماشین حساب رو بسازیم کار رو به دو فاز تقسیم میکنیم. فاز اول ساختن این رابط گرافیکی و فاز دوم ساختن کلکیلیتور پارسر که حالا در قسمت‌های بعدی این ویدیو با هم دیگه اون رو هم خواهیم ساخت. من فعلا این رابط گرافیکی رو در گوشه تصویر قرار میدم تا همینطور که کار رو جلو میبریم ببینیم که در کجای در واقع ساختن این رابط گرافیکی هستیم. یک سورس کدی رو هم از قبل من آماده کردم که یک پنجره ساده رو برای ما میسازه. یک کلاسی از جنس اپ ویندو GTK ویندو ساخته میشه. اون GTK ویندو یک اینستنت جدید ازش ساخته میشه و با متد شوآل همش نمایش داده میشه. به محض اینکه اینستنت ساخته میشه همونطور که خودتون میدونید کانستراکتور کلاس فراخوانی میشه. مقادیر اولیه‌ای مثل کپشن، نمیدونم بوردر ویت، پوزیشن دیفالتمون و اندازه دیفالت رو تعیین میکنه. من یک کامپایلر والاک رو اجرا میکنم. اول میرم توی فولدری که سورس کدم اونجا قرار داره، بعد با استفاده از دستور والاک -pkg با پکیج GTK پلاس ورژن 3 میام و این calculator.vala رو کامپایل میکنم. بعد از اینکه سورس هم کامپایل شد یک بار اون رو اجرا میکنم تا با هم دیگه ببینیم که بله یک فرم خالی ساخته میشه که قرار هستش ما این رابط گرافیکی رو داخل اون ایجاد بکنیم. برای اینکه بتونیم این رابط گرافیکی رو داخلش ایجاد بکنیم نیاز داریم 24 تا دکمه بسازیم. خب همونطور که می‌بینید این دکمه ها هم زیر هم دیگه هستن هم در کنار هم دیگه. در نتیجه استفاده کردن از کانتینر باکس انتخاب معقول و در واقع مقرون به صرفه‌ای نیست به لحاظ ایفورتی که میخواد برای نوشتن برنامه. ما از یک کانتینر دیگه استفاده میکنیم به اسم GTK Grid. اسمش رو هم میذارم گرید. قراره چیکار بکنه؟ قراره یک ماتریکس در واقع برای من ایجاد بکنه، ماتریکسی که تعدادی سطر و تعدادی ستون داره. میگم GTK گرید بدون هر گونه آرگومانی. اینطوری یک گرید ساخته میشه. حالا من میخوام 24 تا باتن داخلش ایجاد بکنم. در نتیجه از کلاس GTK باتن استفاده میکنم، به اسم BTN یه آبجکت میسازم. حالا برای اینکه بتونم در واقع این دکمه ها رو خلق بکنم دو تا روش دارم. روش احمقانه اینه که من یکی یکی این دکمه ها رو ایجاد بکنم، به هر کدومشون کپشن مربوطه بدم. روش دوم اینه که من یک آرایی از کپشن ها درست بکنم و بعد بیام از یک حلقه استفاده بکنم و این کپشن ها رو یه دونه به آبجکت هایی که هر بار در تکرار حلقه ایجاد میشن نسبت بدم. خب من این آرایه رو اول ایجاد میکنم. در واقع من از قبل اون رو ایجاد کردم برای اینکه خیلی وقتگیر نباشه. از جنس استرینگ اسمش رو میذارم کپشن. 24 تا درایه خواهد داشت این آرایه من. از سطر اول شروع کردم به ترتیب درایه ها رو وارد کردم: 7 8 9 ضرب، توان و باقی مانده تقسیم. همونطور که میبینید درایه اول، درایه دوم، درایه سوم، چهارم، پنجم و ششم سطر اول هست. بعد رفتم سراغ سطر دوم به همین ترتیب، سطر سوم و سطر چهارم. پس این شد در واقع آرایه‌ای از کپشن هایی که من دارم.
بعد گفتم که گرید در واقع یک ماتریکس هستش، تعدادی سطر و تعدادی ستون داره. پس من هر عنصری که میخوام ایجاد کنم باید مشخص باشه تو کدوم سطر و کدوم ستون میخوام ایجاد کنم. پس دو تا متغیر میخوام برای نگه داشتن این سطر و ستون ها. اسمش رو میذارم current row و اسم اون یکی رو میذارم current column و مقدار اولیه جفتشون رو میذارم 0. بعد میرم سراغ یه حلقه. میتونم از حلقه فور استفاده کنم و بگم از 0 تا 23 یا به هر ترتیبی 24 بار این حلقه بیاد و این کپشن رو بخونه و دکمه رو ایجاد کنه. میتونم از حلقه دیگه استفاده کنم که جزء فسیلیتی های زبان والا هست به اسم حلقه فور ایچ. حلقه فور ایچ میگه به ازای هر کدوم از موجودیت ها، هر کدوم از انتیتی های درون یک چیزی. حالا انتیتیمون از جنس استرینگ هست، اسمشو میذارم str. درون چی؟ درون آرایه کپشن. به ازای هر کدوم از استرینگ های درون کپشن، یعنی به ازای هر کدوم از درایه های درون کپشن، این کارها رو انجام بده. چه کاری قراره انجام بده؟ یک اینستنت جدید از دکمه‌مون بسازه. new gtk button با متد چی؟ با متد with label فراخوانی میشه. حواسمون باشه این with label با w کوچیک هستش. این ویت لیبلمون هستش که روی دکمه قرار، در واقع کپشن هر دکمهمون. خب چی قراره بذاریم؟ همون str. دفعه اولی که حلقه اجرا میشه str برابر 7، در نتیجه من یه دکمه ایجاد میکنم با کپشن 7. دفعه دوم str برابر 8، یه دکمه ایجاد میکنم با کپشن 8. در واقع به ترتیب من کل این دکمه ها رو خواهم ساخت. مرحله بعدی اینه که این دکمه رو به گریدمون اضافه بکنیم. بنابراین از یک متد برای شیء گرید باید استفاده کنیم. اسم اون متد اتچ هست. 5 تا آرگومان میگیره این متد. آرگومان اول طبعا شیء هست که میخوایم به گرید اضافه کنیم. آرگومان دوم میگه تو کدوم سطر میخوای اضافهش بکنی. آرگومان سوم میگه تو کدوم ستون میخوای اضافهش بکنی. آرگومان چهارم و پنجم میگه به ترتیب چند سطر و چند ستون رو اشغال میکنه. در نتیجه من قرار هر دکمه‌ام یک سطر و یک ستون رو اشغال بکنم. حالا نکته دیگه‌ای که باقی میمونه که یکم هم شاید توضیحش سخت باشه اینه که من چطور اشاره‌گرهای سطر و ستونم رو همراه با حلقه فور ایچ جلو ببرم. برای این کار که احتمالا خودتون هم متوجه میشین چرا من دارم این کار رو میکنم، میام از باقی مانده تقسیم بر 6 استفاده میکنم. در صورتی که من هر بار رو زیاد میکنم به 6 برسه، میام یک بار کلوم رو زیاد میکنم. یا حالا به هر ترتیب دیگه‌ای که میخوایم میتونید برعکس این هم این کار رو بکنید. میام کلوم رو یک بار پلاس میکنم. اما حواسمون باشه من وقتی شروع میکنم به شمردن 24 بار این حلقه تکرار میشه. همونطور که میبینید من هی دارم کرنت رو و کرنت کلومم رو زیاد میکنم. در نتیجه مقادیر اونها کم کم میرسه به چی؟ میرسه به 24. از 6 عبور میکنه. پس من خوبه هر بار که میخوام عنصری رو توی گریدم قرار بدم باقی مانده تقسیم این متغیرها بر 6 رو بگذارم تا مطمئن بشم هیچ وقت آرایه‌ام طول و عرضش بیشتر از 6 تا نخواهد بود. در واقع من تو ذهنم یه آرایه 6 در 6 ساختم که عملاً 6 در 4ش رو دارم استفاده میکنم. خب تا الان 24 تا دکمه‌مو خیلی راحت ساختم، اما هنوز چیزی روی فرم من وجود نداره. باید گریدم رو به فرمم اد بکنم. میام میگم گرید اد بشود به این فرم. خب میام این سورس رو یک بار کامپایلش میکنم، یک بار دیگه دستور کامپایلر رو میارم ببینم چه ایرادی داره. خب من اینجا به جای دکمه علامت بزرگتر استفاده کردم. ایرادهای مربوط به در واقع سینتکس زبانمون هست، اشتباهات تایپی. خب با موفقیت کامپایل میشه، اون رو اجرا میکنم. خب میبینید دکمه ها همونجوری که میخواستم خیلی راحت بدون افورت خیلی زیادی، بدون تلاش خیلی زیادی ایجاد شد. حالا تو مرحله بعدی باید بیام یک کمی دکمه ها رو خوشگل‌ترشون بکنم، یعنی بذارمشون جوری کار بکنن که در واقع کل این فضای فرم من، کل فضای گریدم رو بگیرن. میام اول چیکار میکنم؟ از متد set column spacing استفاده میکنم. بین دکمه هام یه ذره فاصله ایجاد میکنم. میگم set col spacing، مقدارش رو برابر چند قرار میدم؟ مقدار 5 به عنوان آرگومان بهش پس میشه. همین کار رو در مورد سطرها هم انجام میدم. set row spacing، 5 تا یونیت فاصله میدم بین دکمه ها. یک بار دیگه کامپایل میکنم با هم دیگه ببینیم. خب من یک بار نگاه میکنم ببینم چه ایرادی توی تایپ کردنم هست.
کلوم رو باید کامل می نوشتم. من به هوای این متغیری که تعریف کردم کلوم رو کامل ننوشتم. یه بار دیگه کامپایلش میکنم، اجراش میکنم. میبینید یه فاصله بین دکمه ها ایجاد شد، یکم دکمه هامون قشنگتر شد. خب من این سورسم رو هم میذارم اینجا. میرم حالا یه کاری بکنم که کل فضا رو برای من پر بکنن، یعنی دکمه هام انقدر کوچیک و یه گوشه وای نستن. میگم چی grid column homogeneous برابر چی؟ برابر true. grid row homogeneous برابر چی؟ برابر true. در واقع دارم چیکار میکنم؟ دارم میگم که سطرها و ستونهای گرید کل صفحه رو برای من پر بکنن، کل فرم رو برای من پر بکنن. همونطور که میبینید حالا دکمه های من به اندازه‌ای رسیدن که کل این صفحه رو برامون پر بکنن. خب تا همین جای کار فعلا ما گرید رو ساختیم، دکمه هامون رو اضافه کردیم. ادامه کار رو اجازه بدین که در ویدیوی بعدی دنبال بکنیم، برای اینکه خیلی هم ویدیوهامون طولانی نشه. فعلا تا قسمت بعدی این آموزش، خدا نگهدارتون.